فیلم‌های قدیمی که در دور سوئد ثبت کردن همش فیلم‌های خوب هستند. نسبت به فیلم‌های حاضر دیده برعکس آنها فیلم‌های خوب هستند که نمونه فرهنگ ملی نشان میدن. فیلم‌هایی که امروز هستند برعکس اینها بعضا با فرهنگ‌های ملی مطابقت نمی‌کنند. در رول‌های اول برادرها بازی می‌کردند. بعد ما هم چون یک با ما نشان می‌دادن این خلق کنید اون خلق کنید کمونیستای کلام با فراست ما کمتر فراستمون یا عقلمون هم رسیدگی برای نشان می‌دادن. و سالهای پیش سیمای خلق تاجیک خیلی که همین وی ملی بود چیزهای ملی بود همه کینا همون چیزی ملی خودش داشت وقتش بعد شما ببینید لباس پوشی هاشون من میانا بستن رومال قطعا همین خیلی بسیار فعال بود اسب بالای اسب سوار شدن دیگر و دیگر بسیار فیلمای نقض بود جورا خودنیک بود و خیلی کم آدم لباسای بزه پشانده همین خیلی پسیای ملت نشان میدادن که تا اومدن بگه ما برادران این مردم عقل نداشته است. انا جورا اخوتی که بنر خره انا وای قهرمان انا وای بزرگی هم رژیسورش خوب هم قهرمانش رول خوب اجرا کردگی مثال این بسیار یک فیلمی که بسیار در رسانه‌ای شده بود این فیلمی کوچکر که گفتند که شان و شرف تاجیکان را پس کرده بود شاید بعضی مناقضان چنین فکر داشته باشند ولی در اصل سالهایی که پیش در عصرهای 19 و اول عصر 20 چنین حالتی پسر بچه‌های و کوهستان چنین بود ولی این دوره گزارش بود که مثلا یک جامعه از قشر به قشر دیگر میگذشت یعنی تازه پیشرفت جامعه نیز از همون زمان علاقه آغاز شوی ها بود فکر میکنم این چیزی که در جامعه میگذشت نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهای این منطقه خود در سرزمین های ازبکستان یا اینکه افغانستان یا اینکه قرقیزستان همه جاها چنین بودند آدمی با اراده پرقوت با عقل جوره این سیمای خلق تاجیک بود بسیار خوب اجرا کردگی من فخر میکنم که خیلی قهرمان در فیلم های تاجیکی دور سوئدی هست ما در بین آدم ها خوبه تربیوی هم هستن تربیوی باید شان شرف دابوره پاسی بگن و تاریخ اکن نامه دمیره و گون داخلی چی نیست فیلم تاجیکی خوب باید بکنه برای دیگر فیلم ها تماش کردن ای خوب باید شان شرف تاجیک بالا میورده را باید صنعت تاجیک هم در آمون کنه هستن ناز بسیار ناز بود حاضی فیلم های حاضره با گام میزنن گویا که از روی الفبا گام میزده باشن این خیلی رنگی عادی کده گام نمیزننده او وقت ناز بود بسیار ناز بود یعنی سیمای مردم تاجیک چگونه اینی پست میکردن ناز بسیار ناز اینی پست میکردن چیزی هست در اون که مثلا شان و شرف ملت تاجیک پس نه من ندیدم